أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تحریم تشبه الرجال بالنساء، یعنی باب در مسئله حرام بودن همانند و شبیه ساختن مردها خودشان را به زنها، و تشبه النساء بالرجال، و همچنین این باب در مسئله حرام بودن همانند و شبیه ساختن زنها خودشان را به مردها، فی لباس، مثلا در لباسهایشان، مثلا لباس مردانه را زنها بپوشد، این حرام است، یا لباسهای زنانه را مردها بپوشند، این هم همچنین حرام است. و حرکتین، و همچنین در حرکت، یعنی که حرکت و شیوه و طریق گپ زدن مردانه که هست، زنها به این طریق اگر گپ زنند حرام است. یا برعکس ناز و کرشمه کردن که این عادت زنها است، یک مرد به مثل زن ناز و کرشمه کرده صحبت بکند، همچنین حرام است. و غیر ذلك، و در باقی مانده کارها، یعنی آن خصلت هایی که خاصی زنها می باشد، آن خصلت ها و رفتارهایی که خاصی زنها است، مردها اگر خودشان را به او مانند بکنند پس این حرام است. یا برعکس آن خصلت هایی که خاص مردها است، اگر که زنها خودشان را به مردها با اون خصلت های خاص مردانه مانند بکنند، این هم همچنین حرام می باشد. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب سه حدیث برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد می گرداند. اولین حدیث این باب حدیث 1630 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1630 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. میگوید که لعنت گفتگی از رسول الله صلی الله علیه و سلم المخنثین من الرجال، یعنی مردهایی که خود را به شکل زنان مانند میکنند، آن مردهایی که خودشان را به شکل زنها یا به صفت و حرکت و در لباس خودشان را به زنها مانند میکنند، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنتش گفتگی است اون طور مردها را. لعنت یعنی چی؟ لعنت یعنی که نفرین یعنی که دوری و محرومیت از رحمت الهی. رسول الله صلی الله علیه و سلم آن مردهایی که خودشان را به زنها مانند میکند، اونها را محروم گرداندگی هست از رحمت الهی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم مردهای زن صفت را، یا مردهایی که در گفتار و در لباس به مثل زنها لباس میپوشند و گفتار میکنند، اونها را رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت گفتگی است. والمترجلات من النساء، و همچنین زنهایی که خودشان را به مردها مانند میکنند، رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین اون مردها را هم لعنت، اون زنها را هم لعنت گفتگی است که خودشان را به مردها مانند میکند. پس مخنث کی است؟ هو الذی یشبه یا که یشبه النساء
فی حرکاته و کلماته و افعاله. میگد که مخنث کسی است که خودش را مانند کردگی است، یشبه النساء، یعنی تشبیه کردگی است خودش را به زنها، فی حرکاته، یعنی در حرکاتش، و کلماته، در گفتارش، و افعاله، در کردارش. مردی که خود را به زن مانند کردگی است این را میگویند مخنث. فإن كان ذلك فيه من اصل الخلقة فلا يؤاخذ عليه. پس اگر که اصل خلقتش همین طور باشد، یعنی که بعض مردایی هست که آوازشون به زنها مانند است، یا طریق گپ زدنش به مثل زنها است اما خودش این چیز را نمیخواهد اما خلقتش همین طور هست، در این صورت میگم مؤاخذه برای اون مرد نیست، در این صورت باکی ندارد. اما این مسئله اون مردی که خودش را به زن مانند میکند این حرام است. زنی که مردی که خودش را به زن مانند میکند در این صورت در لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتار میشود. میگوید و انما الاثم على من یتکلف ذلك، یعنی که گناه کسی که خودش را مجبور میکند، اون مردی که خودش را مجبور میکند که به مثل زنها باشد، یعنی که عادت میکند خودش را، اما در اصل به مثل زنها نبود رفتار و گفتارش، اما خودش را مجبور کرد و خودش را وظیفه دار کرد به زنها مانند کرد، ان همین کس را میگویند مخنث. والمترجلات، مترجلات کیست؟ هن اللاتی یتشبهن بالرجال فی کلامهم و حرکاتهم، یعنی زنهایی که خودشان را به مردها مانند میکند، میگه اون زنهایی است که خودشان را به مردها مانند کرده است. در چی؟ در گفتار و در حرکتهایشان. انا همین طور زنها را میگن مترجلات، یعنی که در گفتار و در رفتار خودشان را به مردها مانند کردگی هست. پس این طور زنها در لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتار می باشند. بعد از این میگوید که امام نووی رحمه الله و فی روایتین، یعنی در یک روایت دیگر آمدگی هست، لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم المتشبهین من الرجال بالنساء. میگوید که لعنت کردگی از رسول الله صلی الله علیه و سلم المتشبهین من الرجال، یعنی که اون مردانی که خودشون را مانند میکند بالنساء، به زنها، یعنی که مردهایی که خودشون را به زنها مانند میکنند، پس اون مردها در لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتار است. رسول الله صلی الله علیه و سلم اون مردها را لعنت کردگی هست. والمتشبهات من النساء بالرجال، یا مانند کنندگان زنها خودشان را به مردها، یعنی زنهایی که خودشان را به مردها مانند میکنند اونها هم همچنین در لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتار شدگی هستند. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس این بود اولین حدیث این باب، حدیث 1630 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1631 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که لعنت گفتگی از رسول الله صلی الله علیه و سلم الرجل یلبس لبسة المرأة، یعنی مرد را که می پوشد لباس های زنانه را، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مردهایی که لباس زنانه می پوشند اون رو لعنت گفتگی است. و المرأة تلبس لبسة الرجل، و زنی که لباس مردانه می پوشد همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم
اون زن رو هم لعنت گفتگی هست. رواه ابو داوود به اسناد صحیح، یعنی که این حدیث را ابو داوود با اسناد صحیح روایت کردگی هست. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث مردهایی که لباسهای زنانه می پوشند یا زنهایی که لباس مردانه می پوشند اینها را لعنت گفتگی است. پس میبینید که بسیار از مردم در یعنی پاپوشی زنانه را میپوشد، چی در حمام در آمدن باشد، در حاجت خانه در آمدن، یا یک جا سراسیمه هست زود میخواهد ببراید پاپوشی زنانه را میپوشد، این حرام است، لعنت گرفتار میشود انسانی که این طور عادت دارد. پس باید انسان بسیار هوشیار باشد. یا برعکس بعضی زنهای را میبینی که پاپوشی های مردانه را میپوشد یا یک لباس غوث شوهرش میپوشد از برای لباس هایش، این هم همچنین این طور زن هم در لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شامل میشود. یعنی که باید انسان متوجه باشد، از این چیزها دور باشد. یگان نمود چی لباسی بدن باشد، چی پاپوشی باشد، چی چیزهایی که در سر گذاشته می شود، چیزهای خاصی زنها را نباید مرد استفاده ببرد. برعکس هم همچنین نباید چیزهای خاصی مردانه را زنها استفاده ببرند. اگر استفاده بردند پس شامل این لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگردند. این بود حدیث 1631 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1632 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صنفان من اهل النار لم ارهما. رسول الله میگوید دو گروه از دوزخی های هستند که لم ارهما، میگوید من اون دو گروه را ندیدم. رسول الله میگوید دو گروه، دو طایفه از مردم از اهل دوزخ هستند، اما میگوید من اون دو گروه را ندیدم. یعنی این دو گروه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود. قوم معهم سیاط، گروه یکم میگوید گروهی که همراهشان تازیانه دارد، کاذناب البقری، اون تازیانه هایشان به مثل دومی گاوها هست، به مثل دومی گاو هست، یعنی به مثل دومی گاو تازیانه دارد. یعنی که اون چیزهایی که برای زدن مردم استفاده میبرند، تیاقا و چیزهایی که خاص در دستشون میگیرند برای مردم رو زدن، اون را در نظر دارد رسول الله صلی الله علیه وسلم که گروه یکم گروهی است که در دستشان تازیانه دارند، در دستشان دوبینکه دارند برای مردم رو زدن. کاذناب البقری، اون تازیانه هایشان، اون دوبینکه هایشان به مثل دومی گاو هست، به مثل دومی گاو هست. یضربون بها الناس، با انا همون دوبینکه مردم رو میزنند، با انا همون تازیانه مردم رو میزنند. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت این گروه مردم گروهی دوزخی هستند، اما گفت من ندیدم اینها را، زیرا که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این طایفه نبود، اینها بعد به وجود آمدند و بعد پیدا شدند. اون دوبینکه به دست هایی که مردم رو ظلم میکنند و میزنند و مردم رو اذیت میکنند در این قسم داخل میشوند. اما کسی که در دستش دوبینکه دارد بیهوده استفاده اش نمیبرد مگر اینکه در جای لازمه، در جایی که شریعت اجازتش دادگی هست، در اونجا اون تازیانه و در اونجا اون دوبینکش استفاده میبرد، در زیر این قسم مردم نمیدراید. یعنی که اون ظالمانی که در دستشون دوبینکه دارند و تازیانه دارند و مردم را شکنجه و عذاب میکنند، اونها از همین طایفه گفتگی رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند که از اهل جهنم و اهل دوزخ
می باشند. این بود یکمین طایفه. اما دومین طایفه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید اما خود رسول الله اونها را ندیده است، میگوید و نساء. این دوم طایفه اش زنهایی هستند که کاسیات عاریات، یعنی کاسیات و عاریات هستند. یعنی چی؟ یعنی لباس دارند اما لباس هایشان تنوک هست. کاسیات عاریات زنهایی را میگویند که لباس دارند اما لباس هایشان نیم برهنه است، لباس نازک، لباس تنک و لباس کوتاه در بدنهایشان دارد که نیمی بدنشان میتابد، یا لباس تنکی هست که بدنشان میتابد، لباس نازکی هست که بدن زن میتابد. رسول الله گفت زنهایی که لباس دارن اما لباس نیم برهنه و تنکی بدنهاشون میتابد. مومیلاتون، و اون زنها دیگرها را مومیل هستند، یعنی دیگرها را از راه درست به راه نادرست میبرند. مومیلات هستند یعنی دیگر زنها را از راه درست به راه نادرست میبرند. مائلات هستند یعنی میل کردگی هستند. مائلات یعنی زنهایی که مومیل هستند، یعنی دیگرها را از راه درست به راه نادرست میبرند. یعنی چی؟ یعنی که ناز و کرشمه میکنند در پیش مردها و مردها را از راه درست و سالم میبرارند. لباسهای تنگ و لباسهای نازک میپوشند و ناز و کرشمه میکنند که مردها را از راه درست و از راه سالم بیرون میبرد. یا که مومیلات یعنی که زنهایی که دیگر زنها را به مثل خودشان فاسقه و فاجره میکنند، دیگر زنها را به مثل خودشان فاسقه و فاجره میکنند، مثلا آرایش عجیب و غریب میکنند و مردها را دوچار فتنه های خودشان میگردانند. اینها را میگویند مومیلات. مائلات، پس مائلات هم معناش چنین است که زنهایی که از حق و حقیقت دور هستند، شرم و حیا در بدن آنها وجود ندارد، از راه حق و حقیقت دور هستند و شرم و حیا در روی اون زنها دیده نمی شود. اینها را میگویند مائلات. پس این زنهای مائلات هستند. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند زنهایی که لباس دارند و لیچ هستند، یعنی تنوک و برهنه و نیمی بدنشان را میپوشد و دیگرها را از راه درست منحرف میکند و در روی اون زنها ذره از شرم و حیا دیده نمی شود. رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید سرهایشان به مثل اسنمة البخت المائله هستند، یعنی به مثل کوهان بخت، یعنی شترهایی که در پشتشان این طور یک چیزی زیادی دارن، انا همون را اسنمه میگن، کوهی بالای شتر. پس کوهان بالای شتری که مائل هستند، یعنی که برآمدگی هستند، بلند هستند. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه این زنها سرهایشان، یعنی موی سرهایشان رو جمع میکند در بالهای سرشان، اون طور بنکه میگوین، چی میگن، اون طور میبندد چخت به مثل پشت شتر میگه میبراید. ببینید این در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبود، پس این بعد پیدا شد. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه زنهایی که انا همین طور باشند لا یدخلن الجنت، اینها اصلا داخل جنت نمیشوند، اینها به جنت نمیدرآیند. ولا یجدن ریحها، این طایفه مردم بوی بهشت به اینها نمیرسد، بوی بهشت به این زنها نمیرسد. در اصل بوی بهشت از مسافه 70 سال یا بیشتر از 70 سال به مشام انسان میرسد، اما بوی بهشت به مشام این طور زنها نمیرسد. یعنی که از بهشت به چنان دوری می باشد که
حتی از 70 ساله و بیشتر از 70 سال هم دورتر از بهشت قرار میگیرند، زیرا که بوی بهشت به مشام اینها نمیرسد. و این ریحها لیوجد من مسیرت کذا و کذا. رسول الله میگوید هر آینه بوی بهشت درک کرده می شود از مسافه این قدر و آن قدر، یعنی که از مسافه 70,000 سال دور باشد انسان از بهشت، به مشام اون انسان بوی بهشت میرسد. اما به این طور زنهایی که لباس دارند و نیم برهنه و نازک است، زنهایی که دیگرها را با ناز و کرشمهشان، با اون مکیاژ و با اون آرایش هایشان دیگرها را گمراه میکنند و دیگر زنها را برای خودشان میبرند و شرم و حیا ندارند و موی سراشان در بالای سرشان بنکه میکنند تا به مثل پشت شتر بلند میبردارند، گفتن اینها از جنت محروم هستند، اینها بوی جنت را نخواهند به مشامشان رسید. رواه مسلمون. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث که اسنیمت البخت المائله گفت. بخت یعنی که به مثل کوههای بخت است. گفت بخت چی است؟ بخت یک نوع شتر را میگویند، یک نوع شتری که همون کوههایی که در پشتشان شترها دارن، انا همون شترش انا همون پشتش بلند میشود، هم کوهش بلند است و در حال حرکت کردن به چپ و راست بگیم حرکت کردن، میگه وقتی شتر راه میگردد همون کوهی پشتش بگیم به این طرف اون طرف چپ و راست بگیم می جنبد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم این زنهای دوزخی را به همون شترها مانند کرد که موی سرهاشون چنان بلند میکند، مانند یعنی همون پشت شتر که وقتی که راه میگردد ناز و کرشمه کرده انا همون موی سرهاشون حرکت میکنه، در بالای سرشون این طرف اون طرف میرود. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم برای اصحاب که شترهای بخت را خوب میدانستند، رسول الله مثال زد که به مثل انا همون کوههای پشت شترهای بخت میباشد، میکنند زنها موی سرهایشان را که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها نبودند، یعنی اینها بعد پیدا شدند. پس این بود آخرین حدیثی باب حرام بودن مانند کردن مردها خودشان رو به زنها یا زنها خودشان رو به مردها مانند کردن حرام است. این بود آخرین حدیثش. بعد از این امام نووی رحمه الله چند کلمه های این حدیث را بیان میکند. میگه که معنی کاسیات یعنی لیچ هستند، یعنی لباس دارن، کاسی هستن لباس دارن اما عاریات لیچ هستن. میگه معنای کاسیات ای من نعمت الله، یعنی که از نعمت الله دور هستند. عاریات من شکرها، از شکر الله دور هستند. کاسیات یا عاریات میگه معناش چنین است که نعمتهای الله در اونها وجود ندارد و اونها شکر الله را به جا آوردن نمیتوانند، شکر الله را نمیگویند. ببینید این کاسیات یا عاریات میگه معناش هست. یعنی کاسیات رو چند معناها دارد. یا معنایش که لباس دارند اما لباس تنوک و لباس نیمی بدنشون را میپوشاندگی. یک معنای دیگرش امام نووی آورده است که از نعمت الله خالی هستند و شکر الله را به جا نمی آورند. و قیل معناه، و بعضیش میگه که معناش تستر بعض بدنها، این امام نووی هم آورده است، میگه که میپوشاند بعضی بدنش را و تکشف بعضه اظهارا لجمالها و نحوه، و لیچ میکنند بعضی بدنهایشان را. چرا این کارو میکنند؟ یعنی نیمی بدنشان را میپوشانند و نیمی بدنشان را لیچ میکنند اظهارا لجمالها، به خاطر زیباییشان نشان بدهند، به خاطر زیباییشان نشان دادن این کار را میکنند و نحوه. یا به مانند این میخواهند دیگر مردم را فساد بیارند در بین مردم و میخواهند جمالشان را نشان بدهند و میخواهند دیگرها را به طرف خودشون جلب بکنند. پس این زنها را میگویند کاسیات عاریات. اینها به داخل جنت نمیدرآیند، اینها زنهای دوزخی میباشند. وقیل، و میگه بعضی گفتگی هستند که تلبث ثوبا رقیقا، لباس تنک و نازک میپوشند، یصف لون بدنها، نمایان میشود
رنگی پوستشان، یعنی که چنان لباس تنوک میپوشند که بدنشان نمایان میشود، بدنشان را دیده میشود. پس این را میگویند کاسیات عاریات. این طور زنها داخل جنت نمیشوند. و معنا مائلات، مائلات معناش چیست؟ میگه معنا قیله، بعضی گفتگی هستن که ان طاعت الله تعالی، یعنی که دور شدگی هستن از طاعت الله، از اطاعت کردن الله، از عبادت کردن الله تعالی. و ما یلزمهن حفظه، و حفظ نکردن اینها و حفظ نکردن طاعت الله جل جلاله را. این زنها لازم نگرفتند حفظ کردن طاعت و عبادت الله جل جلاله را. پس این زنها را میگن مائلات. مومیلات چی است؟ ای یعلمن غیرهن، یعنی زنهایی که یاد میدهد فسق و فجور را به غیرشان، فعلهن المذموم، یعنی همون رفتارهای بدشان را برای دیگرها یاد میدهند. مثلا آرایش کردن برای در پیش مردای دیگر، موی سر زیبا کرده پیش مردای دیگر برآمدن، لباس چند قدرش برهنه کنند و جای بدنشان نمایان شود و این طور چیزها را دیگرها را یاد میتیند. یا در سالن دارد، یعنی که اون جای زیبا کردن زنها که میروند، زنها خودشون زیبا میکنند و بعد در بین مردای بیگانه میروند ناز و کرشمه کرده دیگر مردها را به فسق و فجور میکشانند و به گناه و معصیت میکشانند. این طور کارها میکنند، یعنی که دیگر زنها را یاد میدهند فسق و فجور و بی‌حیایی را. این زنها را میگن مومیلات. این طور زنها داخل دوزخ، داخل جنت نمیشوند. و قیل، و بعضی گفته که مائلات، معنای مائلات یعنی یمشین متبخترات، یعنی که زنهای راه میگردن راست و چپ. یعنی چی؟ یعنی ناز و کرشمه کرده راه میگردن، وقتی راه میگردن دنبه هاشون به طرف راست و چپ میبرن و خودشان را در حالت راه گشتن، یعنی حرکت داده راه میگردن. این را میگن مائلات. پس این چقدر بسیار دیده میشوند زنها. متاسفانه این صفتی مذموم، صفتی که اونها را از جنت محروم میگرداند، این صفت رو دارن. الله پناه بدهد. پس این را میگن مائلات. مومیلات چی؟ لاکتافهن. مومیلات اون زنهایی که میگه کتفهایشان رو میجمانند، یعنی کتفک میزنند به خاطر دیگرها را گمراه کردن، کتفک میزنند یا در حالت راه گشتن کتفک زده راه میگردند. این زنها میشود مومیلات. پس این هم از صفت زنهایی است که جنت براشان حرام میباشد. و قیل، و بعضی میگه گفتگی هستن که مائلات، معنای مائلات یمتشطن المشطة المیلاء، یعنی که شانه میزنن مویهایشان را به شانه زدن که به یک قطار باشد، یعنی که میلا به یک طرف بگیم پرچاسکه میزنن. زنهایی که موی سرهایشان را به یک طرف پرچاسکه میزنن به خاطر مردها را به فتنهشان کشیدن. و هی مشطة البغایا، و همین میگه مائلات که همین یمشططن مشطة المیلاء، میگه این شانه کردن زنهای زناکار هست. بغایا یعنی زنهایی که زناکار هستند، اونها رو میگن بغایا. پس زنهای زناکاری که چطوره که موی سرهایشان را پرچاسکه میزنن به یک طرف میبرارن، این تا نیمی موی، تا نیمی بگم رویش، یک نیمی چشمانش میپوشن، نیمی قاشش میپوشاند به خاطر مردها رو در فتنهشون افتاندن. وقتی باز گپ میزنن بگیم موی سراشون یا سراشون جماندن میگیره تا اینکه موی سر این طرف او طرف برود، یعنی ناز و کرشمه کرده. این طور شانه کردن، این طور موی سر گذاشتن میگوید از صفت همون زنهایی هست که داخل جنت نمیشوند. و مومیلات هستند. مومیلات گو معنیش چیست؟ یمشطن غیرهن تلک المشطة. مومیلات یعنی زنهایی که انا همین طور موی سر دیگرها را تیار میکند، شانه میزند موی سر دیگرها را، یعنی سالان زیبا کردن زنها دارد.
زنها میرود در اونجا موی سراشونه این زن میگیرد، انا همین طور بگم به مثل زنهای فاجر و فاسقه بگم به یک طرف میزند تا اینکه در نظر مردم، در نظر مردها زیبا و خوشرو و جمیل بتابد، پس این کار را انجام میدهند. پس این زنهایی که وظیفهشون این کار هست اونها هم داخل جنت نخواهند شد. پس این هست معناهای مائلات و ممیلات. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید رؤوسهن کاسنمة البختی، یعنی سرهایشان به مثل کوههای شتر هستند. ای یکبرنها، یعنی موی سرهایشان رو جمع میکنند، در پشت سرشان رو کلان میکنند. و یعظمنها بلف عمامت، یعنی که موی سر میبرد در پشت جمع میکند و بر روی مال میگیرد بگن در اون تاب میتید. او عصابت او نحویها، یا یک دستمال میگه پارچه رو میگیرد، یا به مثل امروز مثلا برآمدگی است اون زکالکه و اون چیزهایی که است بگیم کلان است، زنها میگیرن اون رزینکه و نمیدونم اون چیزهایی که است که زنها موی سراشون تا میتین در اونو بگم موی سراشون وقتی که جمع میکنن پس اون را میمونن تا اینکه جمع کردگیش هوی نشود. پس این طور چیزها را میگیرن و موی سر جمع میکنن تا اینکه بگم سرش کلام بتابد، موی سرش زیاد بتابد. پس این زنها را میگن همچنین داخل جنت نمیشوند. پس این بود معناهای لفظهایی که در این حدیث آمدگی بود، یعنی معناهای گوناگون رو در بر میگیرد. پس امام نووی رحمه الله همه اون معناها رو برای ما و شما تقدیم گردانه که چند از معناهاش باز دیگر معناهایی هستند، اما چند از معناهای اون رو برای ما و شما تقدیم گردانیم. پس خواهران و مادرانی که وقتی که این حدیث رو میشنوند، وقتی که این معناها به سمعشان رسید، به گوششان رسید، باید کوشش بکنند همه این صفات‌ها رو از خودشون دور بکنن. زیرا که همه این صفات‌های حالا گفتیم، یعنی لباس تنک پوشیدن و در پیش مردهای بیگانه آرایش کردن و زنهای دیگر را آرایش کردن تا که اونها پیش مردهای بیگانه بروند و موی سرشون رو در طور سرشون بستن برای مردهای دیگر گمراه کردن و یا حیا نداشتن. این چیزها همه از صفاتهای زنهایی هستند که اینها دوزخی هستند. پس خواهران، مادران، صدای بنده به گوشتان رسید یا این حدیث به گوش شما که رسید، پس شما کوشش کنید این صفاتها را از خودتان دور کنید. اگر این صفاتها در شما باشد، پس بدانید که یکی از صفاتهای زنهای دوزخی را شما با خودتان دارید. پس از این صفاتها خودتان را دور بگردانید. پس این بود باب حرام بودن مانند کردن مردها خودشون رو به زنها یا زنها خودشون رو به مردها تشبیه و مانند کردن حرام می باشد. این باب با همین به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب فی النهی عن تشبه بالشیطان والکفاری، یعنی که باب نو در مسئله منع بودن مانند کردن انسان خودش را به شیطان یا به کافرها. نباید مرد یا زن خودش را به شیطان یا به کافرها مانند بکنانند. این حرام و ناجایز و نادرست می باشد. یعنی که انسان خودش را به شیطان یا به کافرها مانند کردن حرام است. این باب نو هست. انشاءالله این باب نو را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین این درس امروزه را به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.